این نوبت ما اهل ایجاد خواستیم اطراف فیلم یک جهان از من و تو سخن بگوییم. از هر چی که به شما نافهم است براتون توصیفش نماییم. یک جهان از من و تو فیلم است که با کارگردان محبت ستاره به نوار گرفته شده است. این زن هنرمند توانسته که از روی سناریوی فیلم یک زندگی رئالی که در آن مبارزه مادر برای فرزند جای دارد با دید و نگاه خاصه و سبک و اصول تازه کارگردانیش به نوار بگیرد. کارگردان پیش از آنکه به نوار برداری فیلم شروع نماید برای انتخاب قهرمان‌ها آزمون اعلان نمود و قهرمان‌های فیلم توانستند که با واسطه آزمون به فیلم راه یابند. پیدا کردن سناریوی بلند مضمون باشد محض به محبت ستاری نصیب گشته است. وقتی که من از دراماتورگی شناخته تاجیک نور تبروف پرسان شدم که استاد شما یگان سناریو ندارید، یگان مواد ندارید که ما از روی او فیلم به نوار گیریم. آن کس به من توصیه دادند که بختیار کریموف یک کتاب دارد، بعدا ما در یک جایگی نامی آن را ماندیم یک جهان از من و تو و من گرفته آن کتاب را به روسی خواندم و اندیشه های خودم را، پیشنهادهای خودم را به نور تبروف گفتم و ما یک جایه با بختیار کریموف واخوردیم و من به بختیار گفتم که شما خودتان می توانید از روی همین کتابتان، همین اثرتان شما برای ما سناریوی فیلم نویسید. آن کس قبول کردم و از قفای نوشتن سناریوی فیلم نامه شدم. برای آماده نمودن یک فیلم جذاب و دیدنی کارگردان با هیئت ایجادی زحمت‌های زیادی به خرج می‌دهند و پیش از ثبت فیلم و انتخاب هنرمندان گروه ایجادی تأسیس داده می‌شود که به این گروه به حیث یاوری کارگردان صداقت جوراییوا، نواربردار شهرت قربانوف، آهنگساز فرهاد ذکیروف و دیگران شامل بودند. در فیلم هنرمندان سایران ایسویوا، نقدم شاهنظر، سروینیسا سبز علیه، زمیره یولدوشه و موهیا رستمزاد در نقش‌های گوناگون هنرنمایی کردند. نقش‌های اساسی را باشد در فیلم رخشانه ستاره نقش مادر را و نیکروز حیدر نقش پسر را بازیدند. موهیا رستمزاده یکی از شخصانی میباشد که در صحنه سینما بار اول نقش می‌آفرد. Да, конечно, очень много таких моментов было, когда البته بودن لحظه‌هایی که بازیدن نقش برایم دشوار بود و در این حالت کارگردان به من کمک میکرد. دشواری نقش من آن بود که من نقش مادر را میبازیدم، اما من حالا مادر نشدم، ولی آهسته آهسته نقش برایم آسان گردید، زیرا من فکر میکردم که این حیات واقعی من است. Как будто бы это не просто роль, а как будто это уже моя жизнь. البته که اهل ایجاد با کوشش و تلاش و زحمت‌های به اندازه فیلم رو به نوار میگیرند. نقش آهنگساز فرهاد ذکیروف نیز در فیلم به نظر میرسد. وقتی که یکم بار رژیسور این فیلم رو به من پیشکش کرد و تماشا کردم که بسیار فیلم حس کردم که مرکب است. مرکبی در اون است که لحظه‌ای هست که خرسندآور، لحظه‌ای هست که علام‌آور، جای هست که دردناک و آهنگساز باید همین رو درد کند و با مردم همین موسیقی ایجاد کند که چند برابر همون رو با مردم حسیات رو زیاد کردن نشان دهد. در برابر انتخاب هنرمندان و موضوع فیلم، موضوعهای نواربرداری نیز نقش اساسی را می‌بازد. محبت ستاری در انتخاب میدان ثبت کامیاب گشته است. فیلم بیشتر در ولایت سوغد و ولایت مختار کوهستانی بدخشان و چند صحنه آن در شهر دوشنبه به نمار گرفته شده است. اصلا فیلم از 9 قسم عبارت میباشد، اما در نخست نمایش فیلم در حجم 1 ساعت و 40 دقیقه پیشکش بینندگان گردیده است. آیا مضمون و محتوای آن دیگر نقش شده باشد؟ برای آنکه تماشابین را ما در زل تماشا نمیتوانیم 2 ساعت یعنی که وقتش را گیریم، لیکن در آن 1 ساعت و 40 دقیقه که ما فیلم را مثال کوتاه کردیم یگان مضمون تغییر نیافته است. شاید اکثریت به خاطر نام فیلم به اندیشه آن افتند که قصه فیلم عاشقانه است. نه، برعکس. فیلم اطراف مهر مادر و فرزند قصه میکند. در این فیلم هرچند از جهت نواربرداری و صدابرداری و هنر هنرمندان کارگردان مشقت کشیده باشد هم، اما این همه پس سر شد. اکنون فیلم روی نوار آمد و اطمینان است که روزهای نزدیک پیشکش بینندگان میگردد و در فضای خالی سینمای تاجیک باز هم اقدام نو خواهد بود و باوری داریم که پسند شما میگردد. پول آوردی؟ ها آوردم. به من دی.
аввал гӯй ки сиёвуши ман дар куҷо аст?